سوره نساء آیه 56 خداوند کریم می‌فرماید کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. زمانی که کافران را به جهنم انداخته می شود تا این که خوب زجر بکشند، خوب عذابشان پوستشان تبدیل می شود. دانشمندای غربی گفتند که قرآن حق نیست، نوشته شده بشر است، به خاطر این که در اینجا نقصان است. از پوست صحبت می کند، یعنی می گوید به زمانی که انسان را عذاب داده شود پوستش تبدیل شود، در حالی که گوشت و استخوان درد دارد. باز هم تا امروزی که تحقیق کردند در قرن 21 به این نتیجه می رسند که درد در پوست است نه در گوشت و استخوان. من چندین از دانشمندا و دکترها و پروفسورها پرسان کردم و اونها خودشان به این اتفاق کردند، میگویند که درد در پوست است نه در گوشت و استخوان. اگر کس میگوید که گوشتم درد میکند استخوانم درد میکند، همان رگهایی است که به پوست رابطه دارد، اون حس میکند که درد در پوست است. بله، دکترهای امروزی هم میگویند درد در پوست است. زمانی که پیچکاری کرده میشود انسان را درد را احساس میکند، وقتی به پوست داخل شد نمیداند که چقدر نوک و پیچکاری داخل پوست است، چقدر دیگه بیرون است. راست گفت آن محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این پیامی که از جانب الله آورده